پشت نهار هم میزنه ما. من الهه شیروی هستم، مربی موسیقی کودک، فارغ التحصیل دانشگاه هنر شیراز، رشته موسیقی، نوازندگی سازهای ایرانی و کارشناسی علوم تربیتی کودکان، دانشگاه پیام‌نور شیراز. 13 ساله که موسیقی کودک کار میکنم. از 9 سالگی هم موسیقی هنر پرچالش هست که هماهنگی چشم، دست و پا رو همزمان با هم میخواد که این نیاز به تمرین و تلاش زیادی داره. در دوره موسیقی کودک ما این اطلاعات اولیه رو توی محیط شاد با بازی و ریتم با بچه‌ها کار می‌کنیم و در نهایت با نقاشی و قصه بچه‌ها این تکنیک‌ها رو یاد می‌گیرن و آماده میشن برای ساز تخصصی. دوره موسیقی کودک دوره حداکثر 2 ساله است برای کودکان پیش از دبستان، یعنی از 3 سال تا 6 سال و نهایت 7 تا 8 سال که تو این دوره بچه‌ها با ریتم، ضربه ها و نواختن 2 ساز ملودیک که میشه فلوت و پلس و 1 ساز کوبه که تبلک هست آشنا میشن.